بنده از همه دولت‌ها در این 30 و چند سال حمایت کردم. دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف، با توان‌های مختلف، از همه این دولت‌ها بنده حمایت کردم. دلیلش هم واضحه. شرایط کشور و اهدافی که ما برای خودمون ترسیم کردیم در جمهوری اسلامی اقتضا میکنه که قوه مجریه که وسط میدانه همه بهش کمک کنن. رهبری کمک کنه، مردم کمک کنن، روشنفکرها کمک کنن، نخبگان کمک کنن. قاعدش اینه. همه دولت‌ها مستحق این کمک همه جانبه هستن. ما به همه دولت‌ها کمک کردیم، لکن در مورد این دولت علاوه بر کمک بنده با نگاه به این 2 ساله تمجید هم میخوام بکنم. یعنی اون چی که تا امروز در این 2 سالی که این دولت در سر کار بوده از عملکرد دولت مشاهده کردیم، این مستوجب این هست که ما تقدیر کنیم از دولت و تمجید کنیم از دولت. در بخش‌های دولت خوب و قوی ظاهر شده که این بخش‌ها بخش‌های مهمی است. من حالا یه اجمالی عرض میکنم. در چند بخش من حالا اشاره میکنم. در بخش اقتصاد کارهای خوبی در دولت انجام گرفت که حالا تفاصیلش رو شما هم آقای رئیس جمهور گفتن، هم آقای معاون اول تبیین کردن تا حدودی. کارهای خوبی انجام می‌داد. اون که من میخوام تکیه کنم این است که تعداد قابل توجهی از شاخصهای اقتصاد کلان رشد رو نشان میده، پیشرفت رو نشان میده، تغییرات مثبت رو نشان میده. البته اینها مسائل مربوط به اقتصادی کلان تا برسه به معیشت مردم و زندگی مردم یه مقداری فاصله وجود داره، یعنی زمان باید بگذره. بعضی از دولت‌ها طبیعتشون این است که فردا را قربان امروز میکنند. این دولت نکرده این کار رو. کارهای بزرگ و زیربنایی رو انجام داده که اثرش ممکن امروز ظاهر نشه به طور کامل، اما بالاخره ظاهر خواهد شد.